شاگردان یحیی نیز با استادشان همه واقعه ها را نقل کردند. یحیی 2 نفر از شاگردانش را به نزد عیسی فرستاد تا بپرسند: آیا تو همان شخصی هستی که آمدنش را پیشگویی کرده بودند یا ما باید منتظر کسی دیگر باشیم؟ آنها به نزد عیسی آمده گفتند: یحیی تعمید دهنده ما را پیش تو فرستاد تا بپرسیم که آیا تو همان شخصی هستی که آمدنش را پیشگویی کرده بودند یا ما باید منتظر کسی دیگر باشیم؟ این همان وقتی بود که عیسی مردم زیادی را از بیماری ها و درد و عذاب شفا داده، جنها را از آدمان بیرون کرده، چشمان بسیار کوران را بینا می کرد. او با آنها جواب داد: هر چی را که دیده اید و شنیده اید رفته به یحیی نقل کنید. یعنی بگویید که چشمان کوران بینا می شوند و لنگان راه می گردند، نفرانی که گرفتار بیماری پوستند پاک می شوند و کرها می شنوند، مردگان زنده می شوند و به بیچارگان خوشخبر اعلان کرده می شود. پس خوشبخت است کسی که در حق من شک و شبهه نمی کند. بعد از رفتن شاگردان یحیی، عیسی با مردم درباره یحیی سخنش را آغاز کرد. نزد یحیی به بیابان برای دیدن چی رفته بودید؟ برای دیدن قمیشی که از وزیدن باد می جنبد؟ گویید که چرا رفته بودید؟ مگر برای دیدن آدمی که لباس قیمت می پوشد؟ آخر آنهایی که لباس زیبا می پوشند و حیات پر از عیش و عشرت دارند در قصرها زندگی می کنند. برای چی رفته بودید؟ برای دیدن پیغمبر؟ درست، اما به شما می گویم که شما کسی بزرگتر از پیغمبر را دیدید. یحیی همان شخصی است که خدا درباره‌اش در نوشتجات گفته است: من پیشا پیش تو خبررسان خود را می فرستم تا برای آمدنت راه تیار کند. به شما می گویم در بین همه آنهایی که از مادر به دنیا آمدند بزرگتر از یحیی کسی نیست، اما شخص خردترین در پادشاهی خدا بزرگتر از یحیی است. تمام مردم و اندازگیران نیز سخنان او را شنیده درست بودن راه خدا را تصدیق می نمودند و از این سبب از دست یحیی تعمید گرفته بودند. ولی از بس که فریسیان و استادان شریعت تعمید یحیی را نگرفته بودند، از نیتی که خدا نسبتشان داشت روی گرداندند. عیسی سخنش را دوام داده گفت: آدمان این نسل را با کی مقایسه نمایم؟ آنها به کی مانندی دارند؟ آنها مانند کودکانی هستند که در کوچه بازی می کنند و یک گروه آنها به گروه دیگر می گوید: ما برایتان نی نواختیم اما شما رقص نکردید، سرود ماتم خواندیم ولی گریه نکردید. حالا یحیی تعمید دهنده آمده است که نان نمی خورد و شراب نمی نوشد و شما می گویید که او جن دارد. پسر آدمی زاد آمده است که هم می خورد و هم می نوشد، لیکن شما می گویید او مرد پرخور و بدمست، دوست اندازگیران و گناهکاران است. ولی درست بودن حکمت خدا از کارهای تمام فرزندانش معلوم می گردد.